دوستای نازنین سلام. انشالله که روزک شنبه خوب و خوش داشته باشین. دوستای عزیز، من سبتک اوردر کردم که 5 بسکیت داره یا 5 خانگک داره و بسیار جای کم میگیره. میبرم ازش ماندم بسیار آرام و سرشو میتونیم که از میز استفاده کنیم، یک چیز بالاش بانیم. اینا ببینین که هر چیز سرش مانده میتونیم و همچنانی بر کسایی که آشپزخانیشان خورده است بسیار خوب است. اگر خوشتون میاد حتما بخیر اوردر کنین و میوه‌کایتان بچینین، مثل ما وارد یک گوشگک بانین، راحت و آرام بدون درد سر. دوستای نازنین، من در بوتلکا امی گلاب و زنجفیل و کافی و زعفران و امی ادویجات که در چای استفاده میشه، جوانی بودیا نمره، در بوتلکا انداختم و اینی قابک چرخکی بگویم، ارگانایزر بگویم، هر چیز که میگین، از کاسکو گرفتیم که 2 سیت داره، 2 دانه است. بسیار خوب کار میته، جمع میکنم چیزتان. میتونین که بالای مایکروویو بانین یا بالای میز نانتان بانین یا در پالوی چاینک چایتان بانین. و اینو من خوب یک جای برش پیدا کردم، در بالای میوه موندیمش. اگر شما میتونین اگر خوشتان میاد از کاسکو بگیرین، بسیار خوب شد، بسیار قیمتش هم کم است. و همچنان بسکیت باید بگویم که از آمازون اوردر کردم. دوستای عزیز، دوست نازنین ما سوال کرده بود که ماشینک بنامه چی است. دوست نازنین ماشین برای سیر است، سیر مرچ و بانجوری و گشنیز و گپا رو بسیار خوبش میده میکنه و من از استفاده میکنم برای جو کوک کردن پسته و بادامی گپا. دیگه خوشتان میاد از آمازون اوردر کنین، بسیار نتیجه خوب داده بر من، چارج میشه و بسیار وقت زیاد کار میده. و همچنان باید بگویم که من بازی سبتک طلایی رنگ میکنم، چون که داشت آشپزخانیم نمیخوانه. شما میتونین که سفید شه بگیرین و یا رنگ آشپزخانه تو نسوری یا رنگی که میخواین رنگش کنین. دیگه ای بود یک کم معلومات، شاید از بسکت بسیار تا داشته باشین و کسایی که نداره اگر میخواین. تا ویدیوی بعدی، الله یار و مددگارتان، روزگارتان خوش، خدا نگهدار.